ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق و لذت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از وسیله خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: صحیفه های ابراهیم علیه السلام در اول ماه رمضان فرود آورده شد. تورات موسی علیه السلام ششم ماه رمضان فرود آورده شد. انجیل عیسی علیه السلام 13 ماه رمضان فرود آورده شد. زبور داوود علیه السلام 18 ماه رمضان فرود آورده شد و قرآن 24 رمضان فرود آورده شد. روایت طبرانی. تمام کتاب‌های آسمانی از جمله قرآن کریم هم در ماه شریف رمضان فرود آمده است. برکت ماه رمضان هم از برکت قرآن کریم می باشد. رمضان بهار قرآن و نجات مؤمنان است. باید ما در این ماه گناه سوز بیشتر به تلاوت قرآن کریم مشغول باشیم، چون تلاوت قرآن در ماه شریف رمضان از دیگر ماه‌ها خیلی فرقیت دارد. در این ماه در هر یک خواندن کلمه یا حرف از قرآن ثواب بیشتر از دیگر ماه‌ها را سزاوار خواهیم شد. پس این فرصت را از دست مدهیم. شنونده عزیز، در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یعنی بهترین شما کسی است که قرآن را تعلیم میگیرد و به دیگران تعلیم میدهد. عالم میگوید جبرائیل علیه السلام رساننده قرآن بود، به همین سبب بهترین از ملائکه ها گشت. قرآن به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد، به همین سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین سید اولین و آخرین شد. قرآن به امت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد، به همین سبب این امت بهترین امتان شد. قرآن در ماه رمضان نازل شد، به همین سبب ماه رمضان بهترین از ماه‌ها گشت. قرآن در شب قدر نازل شد، به همین سبب شب قدر بهترین از دیگر شب‌ها گشت. و در آخر این عالم میگوید قسم به الله که نیست معبود مگر او، اگر قرآن در دل تو پیدا شود تو بهترینی از مردم میشوی. پس ای عزیزی که مرا میشنوی، آیا نمیخواهی از بهترین ها بشوی؟ اگر خواهی که از بهترین ها بشوی، پس چنگ به قرآن بزن. اگر الان قرآن را خواندن نمیتوانی، پس بعد از شنیدن این نوار به خود مقصد گذار که در همین ماه شریف رمضان من قرآن خوانی را از خود میکنم و حرکت کن. انشاءالله خداوند به تو کمک میکند. خواندن آن را بیاموز و در حیات با آن عمل کن. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. عد لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا فيه تصان وبصومه نرق الجنان.